یک سازمان حامی حقوق در تاجیکستان آیین حال با نظر و حقوق شناس شناخته را حامی حقوق سال در کشور اعلام کرد. آیین حال با نظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلوس که از طرف احزاب مخالف نامزد به مقام رئیس جمهور بود، عمدتاً در امر حمایت حقوق مهاجران کاری فعالیت می‌کند. اسم حامی حقوق سال را هر سال بیوروی حقوق انسان و ولایت قانون در تاجیکستان اعلان می‌کند. زید سعیدов صاحبکار شناخته در سخن آخرین خود در دادگاه که 2.5 ساعت دوام کرد گفت هیچ خیانتی به دولت و ملت نکرده است و از عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو برنمیگردد. از سود خوش کرده که اون کس سفید کرده شوند چونکه در یگان این جنایت‌ها دست ندارند. همه عیبایی که نسبت زید شیخ در پرونده موجود میباشد همه اون رو نسبت خود تهمت دروغ گفتند. دادگاه روزهای نزدیک حکم این صاحبکار را اعلان می کند. زید سعیدов در جنایت‌های سنگین اقتصادی و همچنین تجاوز به ناموس متهم می شود. در دوشنبه با تشبث ائتلاف مبارزه علیه شکنجه در تاجیکستان دستورالعمل درباره راه‌های جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شده ها بررسی شد. На протяжении нескольких лет мы были свидетелями того, что были случаи, когда лица задержанные выбрасывались из окон, также были зарегистрированы случаи применения пыток в отделах внутренних дел. سازمان ملل متحد در گذشته از تاجیکستان خواسته است که به شکنجه متهمان و بازداشت شده ها خاتمه دهد. ژاله غیر مقرری و سخت در زمستان ساکنان دوشنبه را غافلگیر کرد و تا نیم ساعت حرکت نقلیات در پایتخت را به هم زد. ژاله ساعت 11:30 به وقت محلی شروع شد و تقریبا 15 دقیقه ادامه کرد، اما در این مدت کوتاه تمام شهر دوشنبه سفید پوش شد. در تاجیکستان در فصل بهار ژاله زیاد میبارد، اما باریدن آن در زمستان بسیار کم مشاهده شده است. هیچ نفر در نتیجه این حادثه طبیعی آسیب ندید. ورزشگران تاجیک که در مسابقه قهرمانی کیک بوکسینگ جهان در شهر انتالیای ترکیه 2 مدال به دست آوردند به دوشنبه برگشتند. ورزشگر تاجیک علیشیر احمدov در نمود لایت کانتاکت در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده مقام اول را کسب کرد و در مسابقه بزرگسالان به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. مدال دوم را به تاجیکستان ورزشگر معروف زهرا خالووا آورد و در سبقت زنان در نمود کیک لایت در وزن تا 50 کیلو نشان نقره را به دست آورد. خبرهای بیشتر درباره موفقیت‌های ورزشگران تاجیک در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم تلفن همراه شما.